اسپانیا خیلی بناهای تاریخی زیاده که خیلیشون کلیساست. این هم از کلیسای معروف که آقای پاپ اومدن و برکتش دادن. مثل این که دیتیل خیلی زیادی توی بناش کار شده، مثلا همین مجسمه مسیح روی صلیب گرفته، با یاراش پایین صلیب ناراحت هستند با اینکه خیلی ساله ساخته شروع شده ولی هنوزم تکمیل نشده ها. یکی دیگه است دقیقاً روبروی هتل ماست. بریم ببینیم داخلش چه. ببین هر کدوم از این غرفه ها یک چیزی هستش. مثلا این مکانی بوده که غسل میدادن بچه های نوزاد رو که مثلا پدر مادرشون میخواستن مسیحی کنن، باشون ترسیده از این کلیساه. Gracias. Gracias.